سلام دوستان، امروز اومدیم با معرفی کتاب جدید، کتاب ساحلی اثر امیلی هنری و مترجمی مریم رفیعی از انتشارات نون. این کتاب در لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز و نامزد بهترین کتاب به انتخاب کاربران گودریدز بوده. رمان کتاب ساحلی داستان زندگی ژانویه رو روایت میکنه که یک نویسنده کتاب‌های عاشقانه است و در اثر یک تصادفی یک راز ناخوشایندی درباره پدرش رو کشف میکنه و ایمانش رو نسبت به روابط عاشقانه از دست میده و دیگر قادر به نوشتن پایان‌های خوش برای کتاب‌هاش نیست، تا زمانی که دیدار دوباره همدانشگاهی سابقش و رقیب فعلیش باعث میشه خودش و باورش رو به چالش بکشه. کتاب ساحلی داستانی عاشقانه رو بهانه میکنه تا به موضوعات تفکر برانگیزی مثل عشق، رازهای خانوادگی، خیانت، شکست و بازگشت به باورهای گذشته بپردازه و نشان دهد اعتقادات و پیش‌داوری‌های ذهنی چطور میتونن مانعی برای رسیدن به شادی و خوشبختی باشه. برام بخونید و لذت ببرید.